هایده خالم جون بیا آقا 3 شب نون خاک بر سر گدای آقا 3 شب نون نخوردم. پاچه میگیره. نون نخوردم آقا یه کمکی بکن. چیکار کنم نون نخوردی؟ برو کار کن. مگو چیز کار که جاودانه سرمایه‌گیست کار. منظور سرمایه جاودانگیست کار؟ حالا هر چی. آقا تو رو خدا کمک کن. گشنمه. ببین داداش راستیتش پول همراهم نیست. اگه میخوای کارت دارم ولی خب کارت خان نیست. اشکال نداره دارم بیا کارت خان دارم. چه مجهزم از تو دون 3 شب نون نخوردم. 5 کافیه دیگه. 5 ده کن خیرشو ببینید داداش. دست نه نکنه الو چی؟ کشید پایین؟ شبندر کشید پایین؟ دارا یکم کشید پایین؟ خاک بر سر گوسفندت کنم اونجا چه غلطی میکنی؟ من تو رو گذاشتم پای سیستم برای چی؟ خب شب جمعه چه غلطی میکردی که صبح جمعه فهمیدی؟ بابا ول کن گشایش میشه گشاش شدیم رفت. واسه لازه اوه شتران چرا کشیده پایین؟ شبندرم که منفی داده. ای خاک بسترمون کنم با این گشا. بفرما تو شتر با منی؟ نه بابا گوسفند شتر. آخه بابا شتران هم که کشیده پایین اونجا چه غلطی میکنی؟ تو رو گذاشتم پا سیستم فقط بعد این بلدم بازار بورس اینجا. ول کن داداشم. من نمیخواد هیچ عنی نیستی تو. خودم میام الان. برو ما ببخشید آقا لباساتون مال خودت داداش. مال خودم. شما نون شب نداشتی بخوری؟ بعد ما بورسیا گوشت و کباب میخوریم داداش. ما نون نمیخوریم که. یه سوال فقط چی شد که قبل صورت اونقدر کثیف و ژولیده و اینا الان انقدر ترتمیز شدی؟ ما بورسیا به هر جا دست بزنیم پشماش میریزه قربونت برم. میریزه داداش من این کارت ویزیت منه. هر موقع خواستی بیای تو کار یه تک به من بزن. جلدی اومدم. ما بورسیا به هر جا دست بزنیم پشماش میریزه قربونت برم.